اصلی وطن میں جنتیں پرچہ ہزار نعمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں بنگیج گن اللہ ہے میروان با بخشو کے نامہ السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ ہمیت کے ہر جا ست دراو سلامت و سربرزو صوبین بیت مدا مثل ہدگر اوچانیا راز کے شما گندت مروچ بلوچی دیوان و پریا پشم واسطہ شاہ افغانستان ملین گوش گندہ پشما شنگو تالا نبید و مروچی بیوتی بلوچی دیوان تا عزیزین مہمان دارم ای مشم مهمان واجه عزیز احمد شیرزاد تا شاه نمروز ورنان جودکاران تا و روان گون ای واجه السلام علیکم و دیوانا گون شما دیما برا امید که تاگور سرا گندوک و چاروک بیت سلام علیکم واجه بعد شرط که ملوٹگا منت تو حاتت بیوتی بلوچی دیوانا کو تو بار زرتت شروع کنن گون الله پاکین و برزین نامه و درود و بعد روشن گون سرور کائنات منجه عالمیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عرض سلام مجدد دارین شما خدمت و گندو کنی و همچنان تکنیکی همکارانی خوشحال و خوشحال هستم که شما برنامه تا حضور دارم منت شما که سلام علیکم پیسر اوٹن دیوانا گون جوست و سوج است مارا که به نمروز بارا مارا سرپدی دید که نمروز چونین جایی است و پچی نمروز گشته بید ببارست معلومات پرتکولی شما راست مارا گوند دید بله نمروز ولایت رازی که معلوم انتا یکش افغانستان یا ولایتان طرف غرب موقعیت دارید و یک موقعیت نه تنها همین موقعیتی بودید یک استان یا یک موقعیتی بودید که دیم شاه اسلام مبارک و بعد شاه اسلام مبارک یک نقطه استراتژی و آبادی منطقه بودید که همیشه این منطقه مورد توجه فاتحان یا پادشاهان که دیم شاه اسلام بودند هم این منطقه سر مورد توجه بوده منطقه و همیشه توجه خاصی به منطقه سر داشتند چرا که یک منطقه بودید که منطقه آباد نبودید منطقه متمدن بودید و همیشه عصران و قدیمانی حاکم ایش سر توجه داشتند همچنان باش اسلام هم مورد توجه بود و توسط وقتهای زمان خلفای راشدین منطقه تا اسلام آتوید و این منطقه اسلامی منطقه بودید و یک منطقه استراتژی و منطقه آباد متمدن اما وقتا بودید جودار که حکومتران یاتا بوتا خور حاکم کیاتا گی ہوتی حاصل دلگوشی انداشته منطقه بله دقیقا رازی که مشما زانند نمروز یا کمی عقب‌تر اگر سعی کنن سیستانند یا مثلا زرنجن همچنان هرچی که پدر هر حکومت یا هر سلطنتی که به منطقه اطاعت نظر به ما سلطنت یک نام اشته چون شان و شوکت ما منطقه داشته مثلا مشما نمروز اگرشان در نظر نمروز روایت ها باز استید تاریخ نویس به تاریخ انتا باز درج کردند که هر کس یک نظر داتید خو مشما توانند مشهورترین ناشی به قدیمه معمولا باشه دیمشه اسلام بودایشی امی دوره تا به می منطقه نیتا ساله تا یک روچه مد نظر داته بوده پا حکمه داتن و قصاص داشتن و فرق بین ظلم و ستم و بی وجن به می یک روچه تا که در یک سال در نظر دارن امی نسب یا کپش امی روچه مردم توانتان و تی دادخواهی در اصطلاح و تی اکتلبیه مثلا مشکل و موضوعاتی که بودید امی روچه کپا ایراز کنند گوشن بشکن اشکته بید و نسب بعد توانتان بیاوانی اما موضوع رسیدگی بید یا حکم یا ما قصاصی که بودید تا دوره پرداخته بید این مثلا یک دوره که مشما شاگوشن که دیم شاه
اسلام اسلام بوتید شی خاطرم تو انگشتن نمروز یا شند که یک موقعیت یا یک دوره بوتید که پادشاهان یا سلطان یک طرفای منطقه چین هستند به می منطقه تاکیاتند خود طبعا وقت تصرف بوتید تو بخش مادیات در نظر داشته بودند بعد شند که اما گوتی لشکره که اما پادشاه به می منطقه تاکیاته بوده نظر به توانایی همه مردمانی نظر به سیستم اما وقتا که مردم داشتند تی منطقه ته شیطانتایت اما پادشاه نیم روز طاقت بیارید به می منطقه ته و نسبت دیگر اگر بیت دیگه کار گلاش راسته آن الاس بزنند این هم روایت یا روایت دیگه یک مشما شد تاریخ نویسان دارند شی حضرت سلیمان علیه السلام شی وقتی که عهد به می منطقه ته یک نکته را که ای مد نظر هست که مودا جابجا بی تو مودا وتی ما داشتن باید او داشته بی ات دیست که ایش پر شعاب انتا چون منطقه آبادی بوده تا منطقه دیست که پر شعاب انت و اشکین جای نه انتا دیگه ما وتی اهلی وتی کسایی که تنگوایی گوشتی که میشن چی کنه پر شعاب کن پر شعاکا کنتش دیگه ایرا باید تماستی که تو انتی تا نیمه اما روچه یا اما منطقه پرش کنن تو یک مثلا دک کنن تی ودا جابید ایش روایت هستند که شان مشمه تاریخ نویس و بزرگ و مزن درج کردند البته دیگه مسائل و دیگه موضوعات که مرتبط به من نمروزی نامگذاری و باروابیت هم هستند که مشهورترین مشمه توانند این چیزا در نظر منتر شما باز جوانی پټپولی معلومات مرا دادید بیت شما به نمروز اوستومان و مردم بارا گوشید که هدا گوجام مردم به زرنج نندن تو نمروز جنده شهر و بنکیا و دیگه که به ولسوالی گوجام مردم هستند و گوجام زبان و زبان برده بله سگن مشما یک نمروز تو یک زرنج که مشما اگر برگردن به قدیمه همه منطقه که انو فعلا نمروز استید و فراترشی منطقه موچه یک دوره کلا زرنج نام گرفته ولأنه مش ما فعلا اما یک محدودین جای یا یک واحد اداری بنجا گوشت یک بنجا را مش ما زرنج نام دارند ولی نمروز متشکل و جور تا فعلا ادارین 5 واحد اداری دارید که چاربرجک ولسوالی تو کنگای ولسوالی چخانسوری ولسوالی خاشرود ولسوالی و دلارام ولسوالی تا و هر کجام ولسوالی مشما او دا زبانهای مختلف دارند اقوام مختلف دارند و کار و کسبای مختلف او دا زندگی کنند تو هستند و تو آنند گوشند که چون اکثر او دا مردم بلوچ نشین وطنی بودید بادشاه یک دوره بادشاه یک سلطنتی که او دا آتا گفته بودند تو دا یک منطقه بلوچ نشین و اکثر مردم او دا بلوچ هستند و ادگاه براست ادگاه اقوام افغانستان مثل پشتونان یا مثل ادگاه تاجیکان یا هم او دا حضور دارن تو دا زندگی کنن تو میشت زندگی دیما بر آنچوش که مرسای پیداته نمروزی بازین قومی هستند دیگه مردم هست زوان و دا زندگی بله دقیقاً چون نمروز یک ولایت استید که او دا میمان پذیرن ولایت استید یک ولایت استی که نمونه بیدگاه ولایت رسالت افغانستان یک نمونه مشمن توارم تایید شان تپاک و یک کوی بارم مرسر پیدا شان تپاک چون کاتی مردم مرگون رازی که معلومند همار از که گوشتون دیمتر نمروز یک ولایت استید که سرحدین ولسوالی موقعیت استید یک ولایت استید که گرچش مرکز دور انتا ولی به یک موقعیت تا قرار دارید که هم سرحد گو 2 کشور او دا قرار دارید هم گو کشور پاکستان هم گو جمهوری ایران هم سرحد هستند و شی خاطر شیدگه ولایتان بعض اشاره کنند تو بعض گشتان تو بعض نامگذاری کردند که نمروز افغانستان گوندین افغانستان یاتا کنند ایش امی که گوندین افغانستان یاتا کنند یک نمونه اتحاد و اتفاق همه مردمانی هستید که گونوات یک جا هستند و گونوات یک جا زندگی کنند و فرق ندارن بین وقت اگر مثلا تا بلوچ هسته یا پشتون هسته یا دیگه قوم براسی هسته این فرقانه بین امروز تا
نبوده و انشالله از شب بعدم این چیز نوان ترنگین که با مردمان امروزی مردمان ارزش داشته بین تو اوان بروز دین در کنار هم بودند شده بعدم به من شکل بودید ایش یک نشانه یک نمونه پاموچ وطن هم افغانستان تپا کوی درشانه کند گوشند ماتوان بعد شرطم دیوان چاره دن و دیم برند به بیباره که او دنه وانه گرودینک چونه کن تجینی کو بچک کنی تحصیلشان وانه گرودینک برای سر پیدید نمروز ولایت خوشبختانه گوشین یک ولایتی بودید یک جایگاهی بودید یک موقعیتی بودید که نه تنها افغانستانه بلکه کسایی که شنیمروز استادند و کسایی که شنیمروز حرکت علمی دادند اوانی اثرگذاری و تاثیرگذاری و زحمت علم و زانتن فراتر تش افغانستان بودید و این ما را نشان ایشی دند که نمروز یک ولایتی بودید که انون علاقمندی نه بلکه شغدی ما همه علاقمندی اگو سوات و زانگا داشتن و انونم الله شکر انتا که اما تمام ولسوالی هم 5 ولسوالی که ما ذکر کردند گونگو مرکز جنده که زران جنس استید ایش او دا مدرسه علوم دینی هم فعال دارند ما مکاتب عصری هم فعال دارند ما و در کنارشی به خاطر که علاقه گیشتر بیتم ما ضمنشی که ما در یک پوانتون دولتی در رشته های مختلف 5-6 رشته و ما رشته فعال دارند و فارغ داتند به می رشتان اما پوانتون خصوصی هم و فعال دارند یعنی به نمروز تا 2 پوانتون ما توانند گوشند و بخش معرف هم ما توانند دیرن گوشند که به شکل نورمال اما فعال تو علاقمندی بعض اما خاص اما مردم نمروزی دارند خب بعض مشکلات اگر گوشین یا چالش‌ها گوشین یا فعلا گوشین که ما چیز هستن مثلا یک کشا دلیلا به خاطر جوان بودن به خاطر ای که مشمتوانند یک پلان منظم ترین پا آینده و تیا داشته بیان اما طبقه اوناس یا گوارانی مکتب و جاوزانه مثل ودگاه ولایتان یا فعلا دیم شستن په 12 و پوانتونن فعلا متوقف هستید و یک چیزی است که تنها په ما نه انتا په نمروز مردم نه انتا زوت وقت وعده است که ایش صورت ان شاء الله به خاطر اصلاح جوانتر اصلاح گیترتر ای فعلا متوقف انتا اگر نه به شکل نورمال علاقمندی دارند علاقمندتند اما شن امروز ولایت نویسوک و زانک باز مزن داشتند امیان باز مزن دارند خو یک نشانه ایشی که نمروز مردم علاقه خاصین گو زانک دارند زانک برودینه که برای با سرپی دارند بله دقیقا بعض شرط به برای سرپی داتید دیگه چیزی که ما باز ضروری که به برای سرپی پیدا کنم ما اصل کنو که ایش تا که نمروز چی که دیمروی دیما شده که چی کس ود دیمروی دیسته گبید به برای سرپی داد خب نمروز باز تکرار کنند نمروز ولایت هستید که ولایت توانن گوشم ولایت تجارتین ولایت هستید که هم سرحدین انتا و دا استراتیجین ولایت موقعیت هستید خب تغییرات مشما توانند که شدچون بوده و در نظر گرند تغییرات اجتماعی هستید تغییرات اقتصادی هستید و تغییرات تشکیلاتی هستید ایش توانند که مشمایشان در بال موجشان یکوشان تغییرات هستند در بخش اجتماعی حاکمیت امارت اسلامی په مشمع سراتید خب طبعا تغییرات اکید تغییرات اجتماعی اکید استرسواری اکید به جامعه تا ای بعض مردم نسبت به مشکلاتان پراکندگی بوده وسط به وجودات ایش نظر اجتماعی که مردم و کشور هم انون پدا درال برگشتن هستند و پدا درال جابجایی هستند و ایشان مشما توانند که نوید بخش نبر مشما پا در نظر گرفتند و داشته بیان که تغییرات اجتماعی که فاصله بین مشما افتاد منطقه تا ای پدا درال حیا انت و پدا درال جابجایی انت خوبی انت و شان نظر اقتصادی بگومی جریانات و تحولاتی که مشما دیستند و شاهدوتند متاسفانه مشما اکثرا تجاری که مشما دارند یا
کشوری هستند وارداتین کشوری هستند و طبعا تجارتی که در بیت بیرون شمرزه هم هستند. دیگه بعض تجار که بخش واردات همش ما داشتند ایشان واردات سر کم کاهش بوده و تجار تایپا کم که دلزرده بودند مثلا اصطلاح شما. بعد تغییرات انکشافی اگر مش سیل کنند به می مدتی که امارت اسلامی حاکم بر مشمع عکا هستید تغییرات انکشافی مشمع باز در حال بروز انتان و باز مشمع شاهد افتتاح پروژه و هر برداریش پروژه رسیدگی به مشکلاتان باز گندان که مورد توجه مسئولین قرار گرند. یکیش پروژه‌ان که مشمع توانند گوشند تقریبا یک هفته گنگتا پوره نه پل به چخانسور ولسوالیه که تقریبا دوره باز قدیمن اعمار بودد و بعد خراب بودد باشد حدودا وقتای زمان حکومتای قبلا بودد حکومتای سردار داود خان وقتا بودد باز شایع در رسیدگی به آینه بودد و این کاملا تخریب بودد. مردم باز نهایت گوی مشکل بودد درگیرتند که گونگو توجه مسئولین یا گونگو ما سر و سامان مردمان یا توار برس کردن مردمان یا مورد توجه مسئولین امارت اسلامی مش قرار گرفت و پروژه شروع بودید. یکیش پیشرفت یا توجه بخش انکشافی انت ولایتان همچنان به می شکل مشما به خشرود هم پروژه دارند همچنان مشما به مرکز جنده دارند. به برای سر پیداتت وقت وعده مشبه دیوان گرد سرسته وقت وعده کم میتم مشبه دیوان هنگتا باید دیما شدن و پیم واسطه گرد سر رسته و شما واحق و لوتش مسئول زموارانه به برای چین تا بین امروز برای همیشه گوند پیش کنی باز وشاله. بله. خب جامعه مشمع نه تنها نمروز بلکه فراترش نمروز و ادگاه ولایتان نیاز مبرم فعلا به اشتغال ضعیف دارند و نمروز ولایت که استید یک ولایت که کاملا ای اقتصادی مسئله و اجتماعی مسئله شغل گدامداری و کشاورزی هستید. دیگه اما توقع تمناش مسئولین به خاطر رفع مشکلات نمیشن که حیای مجدد در بخش دامداری و کشاورزی داشته بایند و کاتگوریای بعدی که آب آشامیدنی انتا راه تردد و مسیر ترانسپورتی انتا این مسائل بعدی ولی معیشت و گزاره مردم بعض فعلا دامنگیر من امروز مردمان هستند. اگر زمینه فراهم بید که آب و آبادی و تشکیلات زراعتی و در توجه قرار گرفته بید این شتوان پر مردم بعض تاثیر گذارن مثبت نبیلی توانند. بعض شرط که مروچه ملوٹگا منیت تو دیوان گو شما برادر بود و امیرات گو حاصل کنو کنه دیستونو چارتنا ششمه خداپیزی کنن و دیوان مای بگور سر راستا منتوار ششمه هاتن منتوارم واجه ششمه زحمتان منتوارم ششمه تلاش و کوششتان که کند الله شما را همیشه توفیق خدمت نصیب کند که مردمان توار و مردمان رابطه فعلا مشمه ملین رسانه انتا دیگه اکشی طریقه مشما توانند که مردمان توار وتی مشکلات وتی مردمان یا گردد مسئولین بلند تو اوانی مشکلان حل کنند. رسانه شما جنده انتا. سلامش. عزیز گل شاروکان هشت میں شما مروچین بلوچی دیوان کے گونواجہ شیلزاد دیوان دیما شد و باز وشال کتی دما گندو کو چارو کتید وقت وادا بگرد سر رستا و نیاز و ضرور که ششم حضورا خدا پیزی کرم تا باند دیوان و تا دیگه پریامی که بشپه لوگو میتا کن از بلوچین اما دورنزاد شبه ساتوک ربا دے منا توفیق تاری پامبلی کینتی ربا میرو محبت منگا پامبلی کینتی ربا دے منا توفیق تاری پامبلی کینتی ربا میرو محبت
मनगा पामिली कीमती रब्बाती सिफताना हर ची मन गुशी कम मिन रब्बा हिच नकन कारनी मजगनी जुबान बंदिन रब्बा